салому дуруд бинандагони арҷманд, ин барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ аст ки бароятон аз муҳимтарин таҳаввулот дар Тоҷикистон ва ҷаҳон хабар медиҳад. имрӯз ҷумъа 26 декабр аст. дар ин барномаи поёни ҳафта чунин мавзӯъҳоро барои шумо омода кардаем. амрико мегӯяд бо ҳадафи ҳимояти масеҳиён пойгоҳҳои доиш дар Нигерияро оташборон кардааст. Нигерия исрор меварзад ки ҷангҷӯён мусулмононро ҳам ба дод оварданд. бойгонии миллии амрико матни гуфтугӯҳои хусусии пешинаи раҳбарони Русия ва Амрико Владимир Путин ва Ҷорҷ Бушро нашр кардааст. ду тараф дар ин муколамаҳои хусусӣ раҳбарони Эронро девона хитоб карданд. ба дунболи он ба аёдати хонаводаи журналист Рухшона Ҳакимова меравем ки аввалин соли навашро пушти панҷараҳои зиндон ва дур аз фарзандон сипарӣ хоҳад кард. баъди 3 рӯз 4 рӯз пеши модараду меригӯем хурсанд, ҳар саҳар мехизад, як рӯз мон, ду рӯз мон пеши буванба мерам гуфта. Нирӯҳои Амрико рӯзи 25 декабр ба қароргоҳҳои ҷангҷӯёни гурӯҳи давлати исломӣ дар шимолуғарби кишвари Нигерия зарба заданд. Дар ин бора президент Доналд Трамп ва мақомоти низомии Амрико хабар дода гуфтанд ки ҳамлаҳоро барои он анҷом доданд ки ин гурӯҳ дар минтақа масеҳиёнро ҳадаф қарор додааст. мақомот дар Нигерия мегӯянд ин гурӯҳи ҷангҷӯ на танҳо масеҳиён балки мусулмононро ҳам ба дод овардааст. гузоришро дар ин бора ҳамкорам Мирзонаби Холиқзод тақдим мекунад. نیروهای آمریکا در شمال و غرب نیگریا علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی حمله ها انجام دادند. خبرگزاری رایترز میگوید در ویدیویی نشر کرده وزارت دفاع آمریکا دیده می شود که حمله ها از کشتی جنگی صورت می گیرند، هرچند تصدیق آن را توسط منبع‌های مستقل پیدا نکرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که درباره حمله ها در روز میلاد مسیح خبر داد گفت جنگجویان مسیحیان را به حدی که در دوام عصرها دیده نشده است هدف قرار میدهند. ستاد فرماندهی آمریکا در افریقا در گزارش گفت که در حمله ها به پایگاه دولت اسلامی در ایالت ساکاتا چندین جنگجو کشته شد. ستاد مذکور در یک اظهاراتی در شبکه اجتماعی ایکس اول نوشت که حمله ها با درخواست مقامات نیگریا انجام گرفت، ولی کمی دیرتر این اظهارات پاک کرده شد. ترامپ هنوز از ماه اکتبر این جانب درباره خطرها به بقای مسیحیان در نیگریا هشدار می‌دهد و اینچنین تهدید کرده بود که در صورت ادامه حمله ها به جامعه مسیحیان نیگریا مداخله نظامی صورت خواهد گرفت. وزارت کارهای خارجه نیگریا گفت که این عملیات بخشی از همکاری‌های امنیتی از جمله تبادل معلومات اکتشافی و حمله‌های دقیق هدفمندانه میباشد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا به نیگریا برای دستگیری تشکر کرد و گفت این پایان کار نیست. حمله های هوایی بعد آن صورت گرفت که روز پنجشنبه در حمله مرگ طلبانه در شمال شرق نیگریا 5 نفر کشته شد. عین زمان حکومت نیگریا میگوید که جنگجویان در این کشور برابر با مسیحیان مسلمانان را هم هدف قرار میدهند و ادعای آمریکا درباره اینکه مسیحیان به تعقیب روبرو هستند تفسیر نادرست میباشد. در پیامش به مناسبت عید پرزیدنت بولا تینوبو به صلح دعوت کرد و وعده داد که در نیگریا ضد خشونت مبارزه میبرد. дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сабти гуфтугӯҳои раис ҷумҳурии собиқ Ҷорҷ Буш ва ҳамтои Русия Владимир Путинро нашр карданд ки зимни яке аз онҳо ин ду нафар раҳбарони Эронро девона хонданд. се санаде ки бойгонии миллии Амрико рӯзи 23 декабр нашр кард матни гуфтугӯҳои хусусии Владимир Путин ва Ҷорҷ Буш дар солҳои 2001 то 2004 ва 2008 мебошад. ҳамкорам Тоҳири Сафар ба бахше аз гуфтугӯҳои ду раҳбар дар бораи барномаҳои атомии Эрон таваҷҷӯҳ кард ва қабл аз барнома дар суҳбате аз ӯ ҷузъиёти ин муколамаҳоро пурсидам. раҳбарони Амрико ва Русия аз ҳамон аввал дар бораи таҳдиди барномаҳои атомии Эрон توافق نظر داشتند و در اولین گفتگوی هر دو در اسلوونیا در سال 2001 ولادیمیر پوتین به جورج بوش گفته است به نظر او ایران در پی ساختن بمب اتمی است. این مکالمه زمانی صورت گرفت که ایران را به پیش بردن تحقیقات درباره ساخت بمب اتمی متهم کردند. ولادیمیر پوتین در همین گفتگو اطلاعی مخفی را در اختیار جورج بوش گذاشته و گفته است متخصصان ایرانی از همکاران روس خود درباره موضوعهای حساس پیرامون سلاح اتمی میپرسند. پوتین گفته است هیچ شبهه‌ای نیست که آنها یعنی ایران سلاح اتمی میخواهد. من به آدمان خود گفتم که چنین اطلاعی را به آنها ندهند. پایان اقتباس.
در صحبت‌ها درباره برنامه‌های اتمی ایران، جورج بوش گفته است که استفاده زور به ضد ایران را کاری مناسب نمی‌داند، اما نمی‌تواند آن را هم صرف نظر کند. او به اریل شرون نخست وزیر سابق اسرائیل اشاره کرده است که در فکر استفاده گزینه نظامی به ضد ایران بوده است، چرا که به گفته جورج بوش سلاح اتمی ایران اسرائیل را سخت می‌ترساند. جورج بوش که در عهد او آمریکا درگیر دو جنگ هم در عراق و هم در افغانستان بود، اصرار کرده است که راه دیپلماتی باید نتیجه بدهد، چرا که اگر اسرائیل به ایران حمله کند درهای جهنم باز می شود. از همکارم همچنین پرسیدم که نگرانی های رهبران امریکا و روسیه درباره برنامه های اتمی ایران بیشتر از چی عبارت بوده است؟ جورج بوش در مکالمه‌های محرمانه خود با ولادیمیر پوتین گفته است ما نیاز نداریم این دیوانه‌های مذهبی سلاح اتمی داشته باشند. عین نگاه را هم پوتین داشته است و در گفتگوی در سال 2001 با جورج بوش ایران را کشوری یاغی و یا سرکش خوانده گفته است. روسیه تاریخ پیچیده با ایران دارد. دو طرف در این مکالمه‌های خصوصی رهبران ایران را دیوانه خطاب کردند. جورج بوش گفته است این آخوندهای نامنتخب هستند که در ایران تصمیم می‌گیرند. پوتین آن زمان گفته است وقتی به ایران رفت از آن حیرت زده شد که رهبران ایران اگر در حوزه ایدئولوژی دیوانه هم باشند اما در عین حال تحصیل کرده و دانشگاه رفتند. پوتین در این زمینه و خود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران، اطرافیانش و رئیس سابق پارلمان غلامعلی حداد عادل اشاره کرده است. کشورهای غربی تاکنون ایران را متهم می‌کنند که در تلاش ساختن بمب اتمی است، ولی تهران گفته است هدف برنامه‌هایش صلح‌آمیز است. تابستان امسال بعد از حمله‌های اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران و جنگ سخت بین دو طرف، آمریکا هم انشاءات اتمی ایران را سخت بمباران کرد و با گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آنها را از بین برد. همکارم طاهری سفر درباره مکالمه‌های محرمانه جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا و ولادیمیر پوتین رهبر روسیه درباره برنامه‌های اتمی ایران گزارش میداد. گزارش کامل در این باره را میتوانید در سامانه azadi.org بخوانید. سال 2025 که به پایان خود نزدیک می شود، تحولات زید و نقیض و توجه تکان دهنده زیادی داشت و یکی از آنها به حکم‌های طولانی زندان روانه شدن دست کم دو ژورنالیست، احمد ابراهیم سردبیر پایک در ختلان و رخشانه حکیم و ژورنالیست تحقیقگر در دوشنبه بود. این دو خبرنگار به باور سازمان‌های حامی حقوق برای اجرای وظیفه‌های کسبی خود حکم‌های بی‌رحمانه و سنگین گرفتند. رخشانه حکیموی 32 ساله را زمان حبس کردند که کودکانش 8 ماهه و 3 ساله بودند. نگاهبین آنها حالا به دوش والدان رخشانه است که شروع از زمان صادر شدن حکم در ماه فوریه هر یک بار در 2 ماه با کودکان به دیداربینی و به محبس می روند. مولا رجب یوسفی به عیادت این خانواده رفت. سالی نو آمد زاد و خسرخان تبلیغ سازه آل رفیقان امروز لازه یکمین الوه لازی مبالغ نازی منور. بله آفرین. دختر رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار زندانی تاجیک برای مادرش سرود می‌خواند. این طفل خمار دوری از مادر را از طریق چنین صحبت‌های تلفنی می‌شکند. بابا جان السلام علیکم. نقصمی تو؟ نه. منو یاد کردی؟ ها. چقدر یاد کردی؟ تا آسمان نه. تا آسمانه؟ ها. منم تا آسمانه یاد کردم. حدیث رفت آمدی؟ ها. حالی من تو سورپریزا تیار کردم. دو دختر رخشانه حکیمووا قریب 1 سال باز از مادر جدا هستند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه فوریه سال 2025 روزنامه‌نگار رخشانه حکیمووا را با اتهام خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد.
رخشانه حکیمووا وکیل مدافع و پیوندانش حکم را قبول نکردند و از روی آن شکایت بردند. اما همه شکایت‌های پیوندان رخشانه حکیمووا تا این دم بی نتیجه بوده است. دادگاه حتی درخواست‌ها برای به تأخیر انداختن اجرای حکم تا بزرگ شدن فرزندان رخشانه را رد کرد. وقتی که وی محکوم کردند، همه می‌دونند که کودکش 8 ماهه شیرخواره بود. وای در اول عذاب کشید، شب‌ها بسیار گریه می‌کرد. شیری سونی و تیز عادت نکرد. شیری سونی و تیز عادت نکرد، برای من بسیار بیمار می‌شد. شب برسو گیره می‌کرد. هم شاهنوره دخترچه کلانیش وای حالی 3 ساله شدگی نبود. وی هم هر روز میپرسید وای مادرم کنی کودکستان می آمد و در آمده. مادرم آمد، گفتم می آمد و هر جا نگاه میکرد. ثانی وای اکو ما گفتیم که مادرت بیمارخانه فکر میکرد، حالی هم فکر میکند که مادرش در بیمارخانه. خیر خیلی عذاب کشیدیم اول. خیر اکو عادت حاضر خیر عادت کردیم، گوییم بر اکو فرزندانش بقینده ما حرکت میکنیم هم به ناز نگاه کنیم مهربانی کنیم، لیکن بر جای مادر هیچ کس نمیگیره. برای همین اکو خیر عذاب ده بسیار اوناقین. بوواش موچ کنی؟ شکرانه حالا مادر را به سری ندیده است. او همگی 8 ماه بود که مادرش را زندانی کردند. فرزندان رخشانه حکیمووا حالا هر 2 ماه با مادرشان در محبس زنانه نارک وا میخورند. بعد هر دیداربینی کودکان نمیخواهند از نزد مادر برگردند. دیداربینی و میریم، آمدن برسو گریه میکند، گشت آمد گریه میکند، میگوید که من وای مادرم که میمانم همینجا. گریه میکند. خیر یک بالا کره میبیاریم، گیره کننده گشته میبیاریم. با میبیاد دیتا 1 هفته با وای زیق میگردد در فکری مادره. این کودکان چی بودن زندان و دادگاه را حالا نمیفهمند. تنها امید دارند که روز تبابت مادرشان تمام می شود و او به نزدشان برمیگردد. ما میگویم که بعد 3 روز 4 روز پیشی مادرت میگویم خورسند، هر سحر میخیزد 1 روز موند 2 روز موند پیشی بوام بمیرم. گفته ایقا بوام ساز نشد ایا میگوید من ایا میگوید. سونی روات رخشانم گفت که با 4 تا اوکولام موند، 4 تا اوکولام ادا شد میرم بچم. گوید میبیاد ایا بوام 4 تا اوکولاش مونده است. گفته با امید ده بیچاره کن. پیوندانش میگویند که رخشانه حکیمووا از شرایط زندان شکایت ندارد و احوالش خوب است. او در محفل‌های زندان شرکت میکند و زبان انگلیسی میآموزد، اما دوری از فرزندان خردسال برایش سخت است. با گفته پیوندان رخشانه حکیمووا خود را بیگناه می‌حسابد و هیچگاه اتهام اعلان شده را نپذیرفته است. دادگاه پرستاری 2 فرزند رخشانه حکیمووا را به دوش والدانش گذاشته است. پدر و مادر رخشانه میگویند که از چیز کمبود ندارند، اما درد دوری از مادر برای طفلانش آسان نیست. امید یگانه این عائله همین است که این هجران هر چیز زود پایان یابد و رخشانه حکیمووا به نزد فرزندانش برگردد. خانه بابا در سر کوچه جای نشستن در زیر ارچه. تو چگونه زمستان نبانان هوا صاف و بهبان لبان آبک جوبان. برنامه اخباری آزادی به پایانش نزدیک می شود، اما خبرهای تازه را شما همیشه می توانید از سامانه azadi.org پیگیری کنید. جدا از سامانه ما در صحیفه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم خبرها و ویدیو و عکس ها از تحولات کشور نشر می شوند. شما هم می توانید از همین صحیفه ها برای برپا کردن تماس با رادیوی آزادی استفاده کنید. با رادیوی آزادی باشید و خدا نگهبان شما.